البته اگر ما نگاه کنیم در آینده تاجیکستان حزب نهضت اسلامی به در ناخور است. چرا؟ خب دیگه اگر ما یک جامعه لیبرالی یا جامعه سکولاریزم یا کلا اگر هم یک جامعه دموکراتیکی واقعا در اسناد قانون عمل کند، قانون که کفالت دیندارای دهد، اگر چی لازم دیگه یک حزب اسلامی یا حزب دینی در تاجیکستان ما حزب نهضت اسلامی به چی درد میخورد؟ چرا دفاع میکنه؟ سانسور کردن یا اعدام کردن دفاع میکنه. به همین خاطر این نهضت اسلام علیه رسالتش که ها تمام شد و کارهایی که اینها کردن فقط برای ملت تاجیک از خوجگانشون گرفتند و چیکار کردن؟ ضربه زدن. یگان هدف، یگان گفتار، تا حتی گفتارهای هدفهای خودشون که برای کدام هدف کاری کرده باشن، مثلا خودشون تا حالا به خودشون اعتماد ندارن. اما به هر صورت این واقعا حقیقتی تلخی هست که حزب نهضت اسلامی همیشه خواجه داشت و امروز لافی زدن لازم نیست که ما خواجه نداریم، ما کمک نمیگیریم. بله، شما هیچ وقت مستقل نبودید. آدمی که خودش مستقل نیست چگونه میتواند به دیگرها مستقلیت بیارد؟ آدمی که خودش آزاده نیست چگونه میتونه دیگرها با آزادی بیارد؟